هایپرتروفی چیست؟ هایپرتروفی دقیقاً چیست؟ خب، تا آخر این ویدیو چیزهای خیلی زیادی درباره‌اش یاد می‌گیرید. هایپرتروفی در ساده ترین تعریفش فرایند افزایش توده عضلانی است. نه، ولی واقعاً هایپرتروفی در کل یک عملیات کاملاً پیچیده است و راستش را بخواهید قرار نیست همه چیز را درباره آن فقط از یک ویدیوی یوتیوب یاد بگیرید. ای بابا، حتی دانشمندان امروزی هم هنوز همه چیز را درباره‌اش نمی‌فهمند. اما فقط برای همین یک ویدیو ما به برخی از عوامل اصلی هایپرتروفی، سازوکارهای آن، انواعش و اینکه چطور میتوانیم هایپرتروفی را افزایش دهیم میپردازیم. سازوکارهای رشد عضله. برای شروع بیایید دوباره این سوال را بپرسیم. هایپرتروفی چیست؟ هایپرتروفی زمانی اتفاق میافتد که وضعیت رشد عضله از وضعیت تخریب عضله پیشی بگیرد. مسئله این است که عضلات ما دائما بین تخریب و رشد در نوسان هستند. هایپرتروفی نیازمند ایجاد و حفظ یک محیط آنابولیک و محرک رشد است که برای ارتقای سنتز پروتئین عضلانی، یعنی فرایند اصلی رشد عضله، کافی باشد. برای انجام این کار باید موارد خاصی به اندازه کافی وجود داشته باشند. چیزهایی مثل اسیدهای آمینه، گلوکوز، فاکتورهای رشد، هورمون‌های آنابولیک، استرس، فشار تمرینی و خیلی چیزهای دیگر. سپس این عوامل مسیرهای سیگنالدهی آنابولیک مثل امتور را که سنتز پروتئین عضلانی را تنظیم می‌کند فعال می‌کنند. با سنتز پروتئین عضلانی، پروتئین‌های انقباضی جدیدی مثل اکتین و میوزین در عضله ساخته می‌شوند و سلول‌های ماهواره‌ای فعال شده تکثیر شده و هسته‌های عضلانی جدیدی تولید می‌کنند. همه اینها در نهایت منجر به رشد فیبرهای عضلانی می‌شود که به آن هایپرتروفی عضلانی می‌گویند. انواع هایپرتروفی. حالا در واقع دو نوع شناخته شده از هایپرتروفی وجود دارد. هایپرتروفی میوفیبریلار. این همان افزایش پروتئین‌های انقباضی و اندازه عضله است. پروتئین‌های انقباضی بیشتر به معنای انقباضات عضلانی مؤثرتر هم هست که معمولاً منجر به افزایش قدرت عضله می‌شود. هایپرتروفی سارکوپلاسمیک. از طرف دیگر این نوع افزایش عناصر غیر انقباضی و مایع سلولی درون سارکوپلاسم عضله است که به جای افزایش پروتئین‌های عضلانی منجر به افزایش تورم پمپ عضله می‌شود. هنوز بر سر اینکه آیا هایپرتروفی سارکوپلاسمیک کاربرد عملی دارد یا نه بحث است، مخصوصاً در زمینه قدرت. با این حال به طور بالقوه می‌تواند منجر به رشد عضلانی حتی بیشتری هم بشود، چرا که نشان داده شده تورم سارکوپلاسمیک باعث تحریک بیشتر برخی مسیرهای آنابولیک می‌شود. با این اوصاف، هایپرتروفی میوفیبریلار همان هایپرتروفی اصلی است که من تصور می‌کنم بیشتر افراد به دنبال آن هستند. و این تقریباً تمام چیزی بود که در مورد سازوکارها و انواع هایپرتروفی وجود دارد. خب، حداقل باز هم میگویم بخش‌های اصلی آن. چگونه هایپرتروفی را افزایش دهیم؟ حالا فقط یک سوال دیگر باقی میماند که باید بپرسیم. دقیقاً چه کاری باید انجام دهیم تا هایپرتروفی را افزایش دهیم؟ خب، جای تعجب نیست که این موضوع در درجه اول به تغذیه و فعالیت بدنی برمیگردد. تغذیه. باز هم هدف ایجاد یک وضعیت آنابولیک است که این کار را میتوان با تأمین مداوم مواد مغذی کافی انجام داد. یعنی بیشتر از اینکه در حالت ناشتا باشیم، در حالت سیر بودن قرار بگیریم. به عبارت دیگر، شما باید مواد مغذی بیشتری نسبت به نیاز معمول بدنتان به آن برسانید. به همین دلیل است که حجمگیری، یعنی استراتژی مصرف کالری بیشتر از مقداری که میسوزانید، بین افرادی که میخواهند عضله سازی کنند اینقدر محبوب است. البته برای اینکه سنتز پروتئین عضلانی واقعاً اتفاق بیفتد، ما به پروتئین هم نیاز داریم. عضلات از پروتئین ساخته شده‌اند و خود پروتئین هم از اسیدهای آمینه تشکیل شده است که اجزای کلیدی برای سیگنالدهی مسیر امتور هستند. مواد مغذی دیگر مثل کربوهیدرات‌ها هم در هایپرتروفی نقش دارند، اما در کل این پروتئین و مجموع مواد مغذی هستند که بزرگترین نقش را در سنتز پروتئین عضلانی مبتنی بر تغذیه ایفا می‌کنند. فعالیت بدنی. اما با وجود اینکه تغذیه چقدر عالی است، به تنهایی سنتز پروتئین را به اندازه‌ای تحریک نمی‌کند که بتواند عضله چشمگیری بسازد. اگر می‌خواهیم رشد را به میزان قابل توجهی بیشتر تحریک کنیم، پس به فعالیت بدنی یا ورزش نیاز داریم. وقتی ما ورزش می‌کنیم، عضلاتمان تحت تنش و فشار قرار می‌گیرند که منجر به یک واکنش بیوشیمیایی به نام انتقال مکانیکی می‌شود. انتقال مکانیکی سپس منجر به تحریک قابل توجه مسیرهای آنابولیک شده و باعث افزایش چشمگیر سنتز پروتئین عضلانی می‌شود که می‌تواند تا 48 ساعت دوام بیاورد. خیلی بیشتر از کاری که غذا به تنهایی می‌تواند انجام دهد. حالا البته که همه ورزش‌ها تأثیر یکسانی ندارند. با این وجود تمرینات مقاومتی، کار با وزنه، تمایل دارند که بیشترین میزان افزایش را در سنتز پروتئین عضلانی ایجاد کنند. اما در خود تمرینات مقاومتی هم میتواند تنوع بسیار زیادی وجود داشته باشد که میتواند به شدت روی سطح تحریک تأثیر بگذارد، مثل تعداد تکرارها، تعداد ست‌ها، مدت زمان فواصل استراحت،
نزدیک بودن به ناتوانی، حجم تمرین، نوع تمرین مقاومتی و خیلی خیلی چیزهای دیگر. خوشبختانه من بیشتر آنها را، اگر نگوییم همه‌شان را، در ویدیوهای دیگر پوشش دادم، پس اگر علاقه‌مند هستید حتما با آنها هم سر بزنید. نتیجه گیری اما به طور کلی تمرینات مقاومتی معمولاً بهترین گزینه ورزشی برای تحریک رشد عضله هستند. و اگر یک برنامه تمرین مقاومتی اصولی را با یک استراتژی تغذیه و پروتئین قوی ترکیب کنید، برای رشد عضله در موقعیت واقعاً خوبی قرار خواهید گرفت.